حتی پلک هم نزنیم پای این ویدیو، پای جونمون وسطه. حالا این عکس‌ها رو ببین. تالابه گاوخونی اصفهان، تالابه هامون سیستان و بلوچستان، تالابه بختگان فارس، تالابه مهارلو استان فارس، تالابه میانگران کردستان، تالابه بامدژ خوزستان، تالابه شینبار خوزستان، 35,000 از 70,000 قنات ایران، رودخانه سفید رود گیلان، آبشار لوه گلستان، تالابه پریشان فارس، تالابه شادگان خوزستان، دریاچه ارومیه آذربایجان غربی و مصیبت‌های فلات مرکزی ایران که میتونه ایران رو به کام مرگ بکشه. قبل الان رودخانه زاینده‌رود. گوشت با منه؟ یه زمانی میگفتن جاسوس‌ها در قالب فعالین محیط زیست میان جاسوسیشون رو انجام. الان بررسی ها نشون میده که تمام سیاستگذاری هایی که در حوزه مدیریت آب در طول سالهای قبل و بعد از انقلاب انجام شده بعضو بدتر کرد. حالا میخوام یه ویدئویی بهت نشون بدم که یکم کارو مشکوکتر و خطرناکتر میکنه. توی داستان پژمان جمشیدی و بقیه فیلمایی که لو رفت این ویدئو درست دیده نشد. بدونید برنامه ریزان حوزه آب یه کسایی که دستن در کاران راهبردی آبن، تعدادشون کمتر از انگشتان یه دسته. این آدم همیشه ثابته و نتیجه سیاست های ایناست. فارغ از اینکه چه دولتی میاد چه دولتی میره، کی چی کار میکنه، رویکرد سیاست دولت چیه، تا این شبکه مستقر اوضاع همین. چرا اینا محاکمه نمیشن؟ چرا برکنار نمیشن؟ چرا یه چیزایی سر جاش نیست؟ توی تصاویر داری دماوند پارسال و امسال رو میبینی. آدم وحشت میکنه از این شدت خشکی. حالا بریم دشت هویج رو ببینید. این پارسال و این امسالش حیرت برانگیزه، ترسناکه. شمال کشورمون امسال و سال گذشته، پارسال امسالش نکنی. توی یک مرز ایران و ترکیه رو داری میبینی. چرا یه چیزی داره میلنگه؟ حالا این عکس رو نگاه کن. اون کوه نزدیک ایرانه، کوه پشتی ترکیه است. فقط 200 کیلومتر فاصله دریاچه وان ترکیه است و دریاچه ارومیه ایران. گذاشتم کنار هم. ببین توی یک پرواز از هر دو تصویر برداری شده. چرا اینقدر ترسناک شده ایران؟ و اما میگن آب نیست. بیجا کرد هر کس این حرف رو زد. آب در دست کشور کره جنوبی فکر می‌کنی چقدر باشه؟ 66 میلیارد متر مکعب. آلمان چقدره؟ 183 میلیارد متر مکعب. اصلا بذار آب پاکی رو بریزم روی دسته. کل حوزه خلیج فارس، یعنی از یمن تا کویت، تمام کشورها رو هم رفته فقط 4.5 میلیارد متر مکعب آب. و اما ایران چقدر آب داره؟ به تنهایی 103 میلیارد متر مکعب. حالا میفهمی این همه خشکی بهت میگم عادی نیست یعنی چی؟ آقایون دلسوز برای این مملکت، تو رو خدا بیدار شید. اقتصاد، فرهنگ، سیاست، روابط بین الملل، تمومش رو میشه بازسازی کرد. ولی محیط زیست قابل بازسازی نیست. بیدار شید. 4 تا فعال فضای مجازی نمیتونن به خدا قسم جاسوس باشن. اگر هم باشن 4 تا جوجه جاسوسن. بگردید توی اون اصلی کاری هایی که واسه فضای محیط زیست کشور دارن تصمیم میگیرن و این روزگار فاجعه بارمون شد. من نمیفهمم چرا یه سری چیزا عادی نیست توی این اتفاقات.